سلام دوستان عزیز و همه شما استقلالیت مبارک باشد. استقلالیت جمهوری تاجیکستان و همه شما مبارک باشد. سلام و درودی به پایان به کل هموطنان و کل غریبان. مترو ودنی استادیوم. البته برای چی این مترو رو من به شما گفتم که شرکت موحدین در همینجا آفیس دارن، محرماً در این مترو رو میآیین، شما رو میگیرن، گذاشتن این گرانیتسا در همین رقم زنگ بزنید دوستان عزیز، در خدمت شما. سالای زیاده که رفت آمد دارن، البته که شناساشون هم بسیار است. چه خیلی باشه نباشه زنگ بزنید، مصلحت بپرسین، البته که به شما کمک میکنن. در خدمت شما شرکت موحدین، مترو ودنی استادیوم. سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان، هموطنای جان و جگر، همه تا در این روز استقلالیت، در این روز فراموش نشونده، یکی از روزهای سعید، روز سعید جمعه، همه تا ما مبارکباد میگم. در کجای باشید نباشید، سربلند باشید، خانوباد باشید، شکرانه پروردگار، شکرانه ملت، شکرانه وطن. همه طرفه ما باید فقط شکرگزار باشیم که وطنی آباد داریم، سرجمیم، خوش و خرسندانه اون به سر میبریم. این بینید، این آبادی را بینید. همه تونه تکرار به تکرار به استقلالیت من مبارکباد میگم. نه پرچمجو دوستان عزیز، چی گفتنیم؟ همه وقت شکر بگیم، در حق همدیگر دعاگو باشیم، وطنی آباد داریم. این روز سعید جمعه، یک جای تماشا کرده در این روز استقلالیت یک سیر و گشت میکنیم، وطن تماشا میکنیم. رفتیم بینید دوستان عزیز، پارک استقلالیت این افتون دیدید، یک جای تماشا کرده رفتن میگیره. راستی گفت دوستان عزیز، آبادی را بینید، در کوچه وطن میگرده، حلاوت میبره. روز جمعه، روز سعید روزا، همه تون روز جمعه را تبریک میکنم دوستان عزیز، مسلمانان روی دنیا. نره این دوستان عزیز دانشگاهی اسلامی جمهوری تاجیکستان. شکرانه خدا، شکرانه استقلالیت ممکنه همه مسجد میروند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ کار خوب. همش ذره رو پروردگار میگیره، زن میکنه، جمع میکنه، نیست میکنه و دست روی بس پر میکنه. ذره چیه؟ فمن یعمل مثقال ذره فمن یعمل مثقال ذره. دوستان عزیز، یک جای میدویم، یک جای میدویم. یکی کردیم، اون ذره رو با چشم دیده نمیشه. اولا توان ندارید، مدار ندارید، هیچ چیز ندارید، دعا میتونید دعا کنید. حتی اگر دست برداشته هم نتوانید، قلب با ذهن همیشه مناجات دعا. در همین یعنی اون با امید دعا کردن، با قلب و با ذهن و با روح و با رضا. اون قلب رو حیات چیز؟ اونجا حیات هست. اگر شب نیست، روز نیست، لیکن شعور هست. خوشحالی و خوشنودی و یعنی راحت هست، یا خجالت شدی و عذاب رقاب هست، شعور هست، حیات هست. برای همین هم حیات برزخ نمیاد.
حساب خودش دیگر هیچ عملی انجام داده نمیتواند. مگر میگوید سه چیز الا بالثلاث، مگر سه چیز: صدقه جاریه، یک صدقه جاریه. صدقه جاریه رو در عموم گفتیم، در عموم درخت راه، مسجد، مکتب، یتیم خانه، کلاس خانه، هر چیزی، هر جای جمعیتیه که انسان از این دنیا چشم پوشید میراثبران مالک و صاحب نداشتند، جمعیت استفاده میکنند. اما وقتی که میراثبران صاحب و مالک میشوند، اما رو صدقه جاریه نمیکنند. نه، یک جایا دست با هم بدهیم تا اینکه سعادت دنیا و آخرت رو و دست بیاریم. دعا کنیم پروردگار روزی جمعه و همه روزی ما رو مبارک و مبارکت بگردان. پروردگار پیشروی‌های کشور ما و ترقیات و پیشروی‌های دینی و دنیایی کشور ما رو همیشگی و دائمی بگردان. همه این دست برداشتن پروردگار در این روز سعید جمعه، روز مبارک با امید خانه‌ات آمدند. همه اینا مهمانی تو هستند و تو مهماندار و کریم پروردگار دست امید برداشتند. همه گاه را به مقصدهای اصلی و نیت‌های نیکشان برسان. برحمتك یا ارحم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکم برادر دوستان عزیز، یعنی همش پاداشت صلح و صلاح همه مؤمن و مسلمان ها سرجم میشیم و نماز جمعه رو میخونیم. دوام میکنیم که خداوند بزرگ هم صلح و صلاح ما را، همین استقلال ما را یک و همه خیلی نگهبان باشه. الله اکبر. زنده باشه برادرها، سرداران باشه.